در سالهای 80 تا 90 یکی از سخنگوهای دائمی نهضت اسلامی بودم که در توی معرکه‌های مردم مثلا سخنرانی میکردم و اهل کلانسا خصوصا ملاها خطیبها من خوب میشناسن و من تا لحظه آخر خطیب همین حزب بودم. حتی بعدی که جنایتی را که این جنرال کرد من در خارج بودم، در اونجا سر صداها و تبلیغات دیگر است. از اول گمان کردیم که شاید اون اشتباه است. وقتی که رفتیم به پیش گریزه های نهضت خصوصا کبیری یا اونها اقرار میکردن که همین کار شد، یعنی چیزی تهمت نیست. بعدا ما باور کردیم که در حقیقت همین کار روی داده بود است و آنها را حتی من پیشنهاد کردم که این کار شما خوب نیست و این کار شما دولت ما را بی‌آبرو میکنید. هر یک خانه در یک کمبودی است، نمیشه که مثلا کمبودی برادر تا خطی جنگ کنی برای همسایه دیگه بگویی که ما همین خیلی یعنی کمبودی داریم خط شرمنده و رسوا کنیم. همین است معنی وقتی که میره در خارج و اسرار دولت تاجیکستان و کمبودی را در پیش دیگران میگوی، این مثلا بدنام کردن خیلی ملت تاجیک است، ملتی که هزارها سال در تاریخ به نام نیک شناخته شدگی. آنها گفتن که ما اگر بگردیم بریم ما را میگیرن حبس میکنن. ما گفتم که نه، من شنیدم که همه را عفو کردن کسی که به اختیار خود برمیگردد. من این نمیرم. گفتم از این زندگی غریبی و در نزد مردم گویا که متهم یا بردنان شدن که حالی میگن که در اونجا خوب زندگی میکنن. درست است، عائله کبیری و بعضی رهبران پولداری همون نهضت اسلامی خوب زندگی میکنن، اما صدها عائله های هستند در اونجا که باید بردنان زارن. همون یک مقدار میتونن شو به مثل یک مثلا گریزه در به مثل یک محبس بگیم چون مثلا سیمخوار گرفتگی بود، خطی اهل بیت چون در اونجا زندگی میکنه. خیلی نیست که باید آزاد باشن. مثلا هم چند پلی در اونجا خیلی درسته که اروپا بای است اونها را گشنه نمیمونن، اما که خیلی او یا هستی داشته باشن یا حیثیت داشته باشن، نه هم طریق آدمی که یک گدایی که در اونجا میای طلبنده میشه هم خیلی زندگی میکنه. ما واقعا وقتی که 40 سال در همین نهضت از سال 78 من یکی از مؤسسین نهضت هستم، ما در اول خیلی فکرها نداشتیم، ما را فریب کردن. اکثریت مردم هم 20,000 40,000 که میگن نهضتی، اکثریت چهار اپوزیسیون ها نمیدونستن که مقصد نهضت تبادلات است و دولتگیری است و کشتار است و دیگر. حتی همون واقعهایی که در سال 92 روی داد و را دیگه خیلی شرم می‌دادن که گویا دیگران سبب شده باشن. این روز این فیلم خیانت خیلی چیزا خیلی چشم بارا کشید. من هم حتی که با وجودی که خطی هم بودم در این کار اشتراک کردیم، از بسیار چیزها بی‌خبر بودیم. برای همین من امید میکنم که این فیلم بارها با نمایش داده شد و از این مستفیدایی که در اینجا من که مستفید هستم، خصوصا از داملاها خطیبایی که در اینجا ایستادگان، مثلا همین خیلی التماس دارم که همین چیزهای دیدگی و شنیدگی به مردم برسه، به مردمی که با اخبار عامه و قصر کار ندارن، تلویزیون تماشا میکنن، در مسجدها هستن، در جنازه ها حاضر میشن. این وظیفه هر کدوم ما باید که خودشناسی ملی داشته باشیم. من از قلبی خودم میگم، از دلم میگم. من اینجا یک چیز ننوشتم و تیارم نکرده بودم این گپا را. یارا خداوند در دل من میاندازه که با شما بگم از همین منبر استفاده کنم. من همچنین شاهد زنده ببینه که من رفتم و دیدم و پشیمان شدم و گشتم و اومدم. این گپایی را که اینجا میگیرن و میبرن در اونجا نمایش میدن، همون چیزا در حقیقت واقعیت نداره.